قله‌های سر به فلک کشیده قرقیزستان نه تنها کوهنوردان را در تابستان بلکه در زمستان لیژران‌ها را نیز به خود جلب می‌کند. امسال موسم لیژرانی ولایت شمال چوی یک ماه دیرتر شروع شد، زیرا در ماه دکبر برف زیاد نبارید، ولی طور به نظر می‌رسد خواهشمندان لیژرانی چی در داخل و چی از خارج کم نیستند. ما اینجا برای لیژرانی آمدیم. یک هفته استراحت کردیم و زیارت کوتاه مدتمان به پایان رسید. زیل مشهورترین آسایشگاه و پایگاه لیژرانی قرقیزستان است که در 35 کیلومتری پایتخت شهر بیشکک قرار دارد. مدیر آسایشگاه اکبر رزقولوف درباره موسم امسال با خبرنگار ریترز صحبت کرد. امریکایی ها، آلمانی ها و استریایی ها به اینجا می آیند. طبق آمار من سال گذشته 60,000 سیاح از این آسایشگاه زیارت کرد. او تخمین میکند که امسال شماره سیاحان بیشتر خواهد شد. با هدف رشد ساحه توریسم، منصبداران قرقیز کوشش دارند که در 4 فصل سال سیاحان خارجی را برای زیارت به قرقیزستان جلب کنند. مردم می‌بینند که این بخش و این نوع توریسم به تدریج در قرقیزستان توسعه می‌یابد. نه تنها لیژرانی در پایگاه‌های خاص زمستانه، بلکه سیاحت در کوه‌ها و فری رایدینگ یعنی فرآمدن اکستریمالی از کوه‌ها رشد می‌کند. شماره زیادی خارجی‌ها محض برای همین به قرقیزستان می‌آیند. برای رشد ساحه سرمایه‌گذاری و اینفراستراکچور زیاد ضرور است. ریاست توریسم اعتراف می‌کند که از 23 پایگاه یا باشگاه لیژرانی تنها 15 تاش به طور لازمه فعال است. در همین حال ساکنان کشور امیدوارند که این بخش رشد کرده و به یکی از ساحه‌های فایده آور تبدیل می‌یابد.